پیامم به جوانان قهرمان تاجیکستان، جوانان خداجو و خدا طلب، جوانانی که به خاطر دینشان و به خاطر قرآن و به خاطر ارزش‌های اسلامیشان از جان و مالشان می‌گذرند، این است که در چنین شرایط حساس صبر داشته باشید که خدا همراه شماست. ظالمینی که به حق شما جوانان قهرمان تاجیکستان، کسانی که در روسیه به خاطر کار و به خاطر به دست آوردن نفقه رفتن، بر سر شما ظلم میکنن و شما مظلوم قرار گرفتید و بی‌دفاع هستید، برای شما مژده میدم که خدا مدافع شماست و خدا پشتیبان شماست و خدا حامی شماست. هیچ انسان گستاخ و بی ادب و مستکبر و متکبر و طاغوتی نمیتواند بر شما ضربه وارد کند. ملت افغانستان در کنار شما هستند. ما هم آنچه که در توان داریم به خاطر خدا در کنار شما هستیم و از این زبانی که خدا برای ما داده، از حنجری که خدا برای ما داده، از حقوق شما مظلومین دفاع خواهیم نمود و پروردگار عالم شر ظالمین را از سر شما کوتاه بگرداند. الله تبارک و تعالی جوانان عزیزی که به قید اسارت انسانهای از خدا بیخبر هستند، پروردگار عالم اونها را از اسارت نجات بفرماید. خداوند شما را عزتمند دنیا و آخرت داشته باشد. صبر کنید، ان نصر الله قریب. نصرت خدا، یاری خدا، حمایت خدا نزدیک است و پیروزی از آن شما جوانان برومند امت اسلامی هستید. الله رب العزت و الجلال شما را از شر ظالمین محفوظ داشته باشد. امیدوارم که در چنین شرایط حساس صبر بکنید و تکیه بر خدا بکنید و همه چیز را به پروردگار عالم بسپارید تا خداوند شما را و تمام جوانان امت اسلام را از شر ظالمین نجات عنایت بفرماید. برادر شما سید منیر منور موفق و سرفراز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.